اوج یا عشاق، صفحه 89. واژه اوج به معنی فراز یا بالا و مخالف حضیض به معنی پایین هست. برخی معتقدند که این واژه از هند به زبان فارسی اومده و در مفهوم به گوشه‌ای گفته میشه که در آواز یا صدای خواننده به سمت بالاترین قسمت صدای خواننده ممکنه پیش بره. عشاق و اوج هر دو از واژه‌هایی هستند که در مقام‌های قدیمی ما اونها رو می‌بینیم. یعنی عشاق یکی از 12 مقام اصلی موسیقی قدیم ایران بوده. به نظر من اوج رو و عشاق رو باید براشون تعریف‌های مشخصی در موسیقی فعلی قائل بشیم. همونطور که دیدیم در شور ما یک درآمد اوج داشتیم که ما رو از شور اول به شور دوم می‌برد، یعنی به گوشه شهناز می‌برد. اونجا هم اسم اوج گذاشتیم چون خواننده به قسمت صدای بالای صدای خودش میرفت. در اینجا هم یک اوج داریم که از لحاظ مقامی با اون اوج قبلی فرق میکنه. بنابراین باید بین اینها یک مرزبندی قرار داده بشه. به عنوان نمونه میتونیم اساساً واژه عشاق رو برای این مجموعه که در دشتی الان در حال حاضر میخوایم توضیح بدیم اتفاق میفته اسمش رو به این شکل قرار بدیم که در تمامی دستگاه هایی که دانگ دشتی یا دانگ شور دارن میتونه این اتفاق بیفته. اوج و عشاق که معمولا در گذشته با بوسلیک و نوا همراه بودن و در این فضا قرار داده می شدن، به این معنی هست که وقتی ما یک دانگ دشتی سل، لا، سی بمول دو داریم، پرده، نیم پرده و بعد انگشت اول از لا یک دانگ شور ایجاد میکنه، لا، سی کرون، دو، ره، و ما حول محور نوت چهارم دانگ جدید یعنی دانگ شور، نوت ره حرکت کنیم، عشاق یا اوج رو به دست میاریم که این با عراق فرق میکنه. گاهی در ردیف دیده میشه که یا در موسیقی قدیم صحبت از عراق و اوج میشه. تفاوت اینها به این شکل هست که در عراق ما روی نوت سوم دانگ شور به نوت چهارم دانگ دشتی که نوت دو باشه محوریت کارمون رو قرار میدیم، اما در اوج یک پرده بالاتریم، یعنی روی نوت ره محوریت کار خودمون رو قرار میدیم. موقعی که به سمت بالا میریم از دانگ شور استفاده میکنیم، یعنی سی کرونو میشه. هنگامی که میخوایم برگشت کنیم به سمت عقب ممکنه از دانگ دشتی استفاده کنیم. گاهی هم از همون دانگ شور کماکان استفاده داریم. در این مجموعه شاهد نوت ره قرار گرفته و در برگشت ها روی نوت سل ایست شده، یعنی نوت اول دانگ دشتی. شعری که در این گوشه استفاده شده: ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم که لاله میدمد از خون دیده فرهاد، از حافظ شیرازی هست بر وزن مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون که از لحاظ عروضی مجتث مسمن مخبون محذوف به حساب میاد و در آوازی هم که روی اون قرار داده شده از این وضع تبعیت کرده. دانگ هایی که در این قطعه استفاده میشن: دانگ دشتی سل، لا، سی بمول دو، دانگ شور لا، سی کرون، دو، ره و دانگ شور ره، می کرون، فا، سل هست. مایه نما سی کرون و می کرون در نظر گرفته شده. ابتدا یک بار وزخوانی میکنیم.
جمله آغازین از دو به سمت ر حرکت میکنه تا معرفی نوت ر به عنوان یک نوت اصلی اوج شکل بگیره. دو دو ر، راست چپ راست راست، انگشت اول روی دو هست. ر ر ر ر، یه دوراب روی ر دوم داریم و یه دوراب روی نوت ر بعدی. تک دوراب تک. این جمله تداعی کننده یک وزن ضربی هست. 1 2 1 2 1 2 3. البته اینجا خواسته این مقدار بیشتر این رو بشکنه، یعنی بگه ر ر ر ر. روی اون نوت دولا چنگ عجله‌ای وجود داره. اگر اون چنگ بود وزن بیشتر تداعی میشد. دام دام دا دام 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 که میتونه پایه‌ای برای یک ضربی باشه. دوباره همین پنجه تکرار میشه. ر ر ر. حالا این پنجه با کمی تغییر. ر ر میره. حالا برمیگردیم عقب. دو دو سه دو. دوم میاد روی سی به سی کلون. سی سی دو سی. دوم میاد روی لا. لاس لاس سی لاس سول. پس از منطقه ر به سمت سول ایست کردیم. نوت اول دانگی داشتیم. همین جمله یک هنگام بمتر اجرا میشه. بعد از اینکه یک هنگام بمتر اجرا شد دوباره با همون پنجه اول شروع میکنه. دو دو ر. حالا یک تحریر داره، یک تحریر نشیب و فراز. میگیم ر ر دو ر که رو دوتا ر اول میتونیم یک اشاره به می بمول میکرون بدیم یا اینکه حالت استکاتو خفه کنیم. ر ر دو ر. پس شد ر ر دو ر دو ر دو سی لا سی دو. سی کرون و لا اسیم ضرب انگشت سوم و دوم اومدن و این پنجه سه بار تکرار میشه. ر ر دو ر دو ر دو سی لا سی دو. ر ر دو ر دو ر دو سی لا سی دو. ر ر دو ر دو ر دو سی لا سی دو. ر ر دو ر دو ر. اینجا یکی یک میایم پایین. فا می ر دو سی لا سی. انگشت اول میاد روی سی. سی دو ر میره دو سی لا. تماما دو یک دو یک برمیگردیم عقب. لا سی ر دو سی لا سول. باز دوباره میبینیم که رو نوت سول ایست کرد. شعر با همون وزن مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون شکل میگیره. میگه دو دو ر ر ر مفاعلون فعلاتون که یک هنگام بمتر هم تکرارش میکنه. دو دو ر بعد ادامه میگه دو دوم دو سیل. سی کرون اشاره میده به لا. اینجا مثل لا باز اهمیت خودش رو نشون میده. مصرع دوم بر اساس مصرع اول شکل میگیره، تقریبا مشابهه. دو ر ر ر ر دو میره دو سی. اینم باز
آخر اشارهمون به نوت لا هست و بعد میخوایم با یک تحریر فرود بیایم به دشتی، یعنی به نوت لا بشینیم. میره دو سی دو ره دو، راست چپ راست چپ راست چپ راست. همین یک پله پایین‌تر ره دو سی لا سی دو سی، دیگه سی بمول میشه و بعد یک پله پایین‌تر اما کوتاه شده. دو سی لا سول لا، راست چپ راست چپ راست، روی نوت لا میشینیم و بعد با یک تحریر زیر و رو که در این تحریر استاد تاج اصفهانی و مرحوم طاهرزاده بسیار خوب مسلط بودند و این تحریر رو خوب اجرا کردند. ره دو دو سی سی دو سی سی لا لا سی لا لا سول سول لا سول لا. در اجرای این تحریر چپ راست 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 چپ راست 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 چپ راست 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 و بعد نوت هایی که داریم میتونیم اشاره بدیم به نوت بعد، یعنی بگیم ره دور دور سیر سیر دو سیر سی لا لا سی لا لا سول سول، اینم باز اشاره دارن سی لا لا سول سول لا، یا اینکه خفه کنیم با انگشت سوم فقط. این تحریر همچنین میتونه با سیریل هم اجرا بشه، یعنی بگیم ره دو ره سی ره سی ره دو سی دو لا دو سی لا دو لا سی لا سی سول سی لا سول لا. یا نوع دیگه از این اجرای این تحریر به این شکل میتونه باشه ره دو سی لا لا و کمی مکس های پی در پی دو سی لا لا سی لا لا سول لا سول لا.